رسول اکرم گفتن از همین حیات شما من 3 چیز را دوست می دارم. بین این هم یکی از بلند بودن حقوق زن هاست که پیغمبر میگوید که اولین چیزی که من از دنیا دوست می دارم و احترامش میکنم النساء، این زن هاست. زنها را دوست می دارم، زنها را احترام میکنم، زنها را نوازش میکنم. در زمانه های پیش از پیغمبر زن دوست نمی داشت، مرد زن را دوست نمی داشت، زیرا وی به حیث شخصیت شناخته نمی شد. وی در حکم حیوان بود. و دوم چیزی که از دنیا من دوست می دارم، گفت پیغمبر، و طیب، این خوشبویی است. دوست می دارم که بدن امت من بوی خوش کند، بوی عطر کند. اینم پیغمبر گفتن دوست می دارم. و سوم چیزی که من دوست می دارم، پیغمبر گفتن این نماز است. دوست می دارم که دائم با نماز باشم. هر مهماتی که پیش من آید جای نماز را پرتایم و از خدای خود آن مهمات را حل نمایم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند. یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس، باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد، باید که فکر عیال خودم داشته باشد. باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشند، لباس هاشون پوشیده باشد. شکم های زنها باید که از طعام سیر باشند. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود. وضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که
زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح، شما حق ندارید که زنها را دشنامهای قبیح دید. این زنها را چگونه که امروز مردها خیلی دشنامهای قبیح میدهند که نه پدری او میماند، نه مادری او میماند، نه اولاد او میماند. البته حالت غضب است، گاه می شود که این مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند، مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادر او، پدر او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت، یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد، با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همون زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو، زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است در همون خانه پیغمبر گفتن باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حقهایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. البته چگونه ای که مردها بالای زنها حقوقها دارند و خیلی مرتبات بلند دارند، نگاه میکنیم که زنها هم بالای مردها باز حقوقها داشتند. و حتی اگر ما و شما نظر کنیم دیگر فضیلت های زنها این بود که چگونه ای که مردها در جهاد با پیغمبر خدا اشتراک داشتند، زنها هم در جهاد اشتراک داشتند. یعنی چگونه مردها در دست شمشیر میگرفتند برای دفاع اسلام، برای دفاع قرآن، برای پیغمبر خدا را محافظت کردن، زنها هم در دست شمشیر داشتند و در پهلوی پیغمبر خدا با این یهودی ها می جنگیدند. حتی که گروه زنهای در یکی از جنگ ها برای اشتراک کردن حاضر شدند. پیغمبر خدا میگوید حتی با این زنها خطاب کرد چرا شما با این جهاد آمده اشتراک کردین؟ این زنها گفتند پیغمبر خدا ما می توانیم که اگر مجاهدی که زخمی می شود وی را طبابت کنیم، می توانیم که از معرکه جنگ
مردی زخمی را آورده در یک جای بی آزار و یک جای آرام آورده گذاریم. ما می توانیم که از آب این مجاهدها را تأمین کنیم. ما می توانیم برای مجاهدها خوراک بپزیم. پیغمبر خدا برای ما رخصت ده. پیغمبر به این زنها رخصت دادند. حتی حضرت انس میگوید در جنگ احد که مسلمان ها در این جنگ شکست خوردگی هستند، برای سخن پیغمبر خدا را که مجاهدها شکستند و آن جانبی را که پیغمبر خدا گو حمایه کنین که از این طرف خوف است، شاید از این جانب اینها هجوم کنند، سخن پیغمبر خدا را وقتی شکستند، یهودی ها از همون جانب به مسلمان ها هجوم کردند و در همین جنگ احد مسلمان ها شکست خوردگی هستند که 70 صحابه پیغمبر با سرداری حضرت امیر حمزه در اینجا به هلاکت رسیدگی هستند. حضرت انس میگوید من با چشم خود دیدم که در همین جنگ احد حضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق زن پیغمبر خدا با همراهی ام سلیم در میان خود مشکهای آب میبستند و آورده در دست مجاهدان میدادند و آنها به حلق خود میریختند. یعنی این گونه یاردم ها زنهای مسلمان در دوره های پیغمبر خدا میکردند. رسول اکرم میگوید که من در جنگ احد وقتی به طرف راست نگاه میکردم یا به طرف چپ نگاه میکردم، ام عماره را میدیدم که در دست خود شمشیر داشت. این زن بود. ام سعد میگوید من در شانه همین ام عماره یک زخم چقوری را دیدم و از او پرسیدم این زخم از کجا پیدا شد؟ گفت در جنگ احد وقتی اطراف پیغمبر خدا خالی ماند و ابن قیمه که خدا او را خار و ذلیل کند خواست هجوم به پیغمبر کند، من با همراهی حضرت مصعب ابن عمیر هجوم بالای ابن قیمه کردیم و از بس که وی 2 زیره داشت و شمشیر ما با او کار نمیکرد و یک شمشیر در شانه من زد و این زخم چقور از ضرب شمشیر همون بدبخت است. و رسول اکرم پیوسته ام عماره را تعریف میکردند. بار میگوید در دوره های خلافت حضرت عمر یک چادر کلانی که خیلی قیمت کلان داشت و یا روی مال کلان بود وقتی آوردن و به حضرت عمر گفتن این را برای کیلون خود ببر، یعنی به زن حضرت عبدالله. حضرت عمر گفتن من یک زن را میدانم که پیغمبر خدا دائم و تعریف میکرد، توصیف میکرد، این ام عماره هست، این روی مال گو حقی او هست. یعنی برده به همین ام عماره روی مال را تسلیم کردند. یعنی از روی این حکایه ها هم معلوم شد که زنها هم در دوره های پیغمبر خدا در جهادها اشتراک میکردند. این هم فضیلتی زنهای دوره پیغمبر و این بلند مرتبگی زنهای حاضره ما و شما مسلمان ها را نشان میدهد. حتی رسول اکرم میگوید اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم والمرأه. خدای مهربان من گناهگار میشمارم، گفت من گناهگار میشمارم شخصانی را که حق 2 ضعیف را پایمال میکنند، یکی حق یتیم را، دوم حق زنها را. کسی اگر حق زنها را یا حق یتیم ها را اگر پایمال کند، پیغمبر خدا گفتند اللهم انی احرج، من گناهگار میشمارم او را. و دیگر مسئله که در دوره های جاهلیت یعنی پایمال کردن حقوق زنها بود، این طلاق بود. طلاق در دوره های جاهلیت اهمیتش این بود که وقتی که اگر یک کار عادی ترینی که زن انجام میداد، یعنی اگر در او شوهر ناراضی میشد، نا گفته مرد که یعنی لفظ طلاق استفاده نکرده، خود زن طلاق میشد. یعنی دیگر طلاق در دست مرد نبود،
وقتی همین زن عادی ترین جنایتی را که اگر انجام میداد یا عادی ترین عملی که وی باعث طلاق دادن نبود، وی خود طلاق میشد. لیکن در زمانهایی که پیغمبر خدا آمد و خداوند این حکم طلاق که در دست مرد داد، باید که مردها یعنی مثل دوره جاهلیت طلاق را استفاده نکنند. یعنی افسوس که امروز چقدر سوالهای زیاد نزد ما هست و چقدر مراجعت‌های زیاد از طرف جوانها هست که همه اونها زنهای خود طلاق دادند و امروز میخواهند که باز فتوای یابند، باز میخواهند راه یابند که با این زنها زندگی کنند. البته طلاق حلال است. چگونه پیغمبر میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد خدا به شمار می روند. از همه شما جوانای عزیز و از همه پدرهایی که در خانه صاحب کلین هستند مراجعت میکنم و خبر میدهم که باید که به طلاق دادن هیچگاه راه ندهند. تا حد امکان، تا تمام مصلحت و تمام شرایط ها را استفاده برده، بعداً باز همون به دستور یگان داملا و یگان عالم مرحمت بعداً طلاق کند. و الا خیلی آدم باید که در مسئله طلاق باید با صبر باشد، شتاب نداشته باشد. زیرا بینید در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد که شیطان در بالای یک بحر کرسی خود میگذاشته است. همین شیطانی که امروز امت اسلام از راه حق بیرون کردگی هست، میگوید بالای بحر کرسی خود میگذاشته است و فرزندهای او در تمام دنیا پریشان هستند و هر کدام او می آمد از خبر می داده است. ای سردار، امروز من یک مرد مسلمان را وسواس کردم و او به زنا مبتلا شد. این سردار چی می گفت است؟ می گفت است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. باز دیگری می آمد است، ای سردار، امروز من یک نفری مسلمان را نگذاشتم که در نماز 5 وقته در نماز جماعت اشتراک کنند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. دیگری می آمد است می گفته است ای سردار، من یک مرد را چنان وسواس کردم که بار هم نماز نمی خواند. سردار می گفته است نه آنقدر کاری بزرگی را انجام دادی. این کار سهل است، این کار آسان است. دیگرش می آمد است می گفته است ای سردار، امروز من یک بنده مسلمان را چنان وسواس کردم که حتی دستی به قتل زد، یک برادر مسلمان شب به قتل رسانید. این شیطان می گفته است نه آنقدر بزرگی را انجام دادی. یعنی از کار این، از این مراجعت، از این خبرها این سردار میگوید هیچگاه شاد نمی شده است، خرسندم نمی شده است. وقتی میگوید یک نفر دیگر می آمده است از فرزندهای شیطان می گفته است این سردار، امروز من یک جوان را چنان وسواس کردم، در خانه آنها چنان جنگ را مبتلا کردم که وی مرد عاقبت زن خود طلاق داد. میگوید این سردار از بالای کرسی میخیسته است و نزد این فرزند خود می آمده است و این فرزندی که این گونه عمل را انجام داده است وی را در آغوش می گرفته است، می گفته است خوش به حال تو که چنان یک کار بزرگی را انجام دادی. در این عمل تو عرش پروردگار جنبی. از یک طلاقی که تو در خانه این مسلمان برپا کردی، عرش پروردگار را تو در جنبش در آوردی. از طلاق عرش پروردگار می جنبد.
خدای مهربان از این طلاق بی نهایت ناخشنود می شده است. البته سبب همه طلاق ها ما و شما می دانیم که جنجال هاست، بعضی نافهمی هایی که در خانه پیدا می شود عاقبتش طلاق است. لیکن شما فراموش نکنین شما پیرو پیغمبر خدا هستین. در خاندان پیغمبر خدا هم جنجال بود. قصه ها از حیات پیغمبر خدا میگذرد که بار پیغمبر خدا با همراهی عایشه چی جنجال کردند. چنان جنجال شدند که حتی که پیغمبر خدا مجبور شدند که خسور خود یعنی حضرت ابوبکر را برای مصلحت دادن دختر در خانه خود حاضر کند و نفر روان کرد که ابوبکر را به نزد من دعوت کنید. وقتی ابوبکر آمد، عایشه صدیقه در یک گوشه خانه نشسته، پیغمبر خدا در یک گوشه خانه نشسته. وقتی ابوبکر در آمد و نزد اینها که نشست، پیغمبر گفت ای عایشه، گفت آیا سخن را تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ آیا شکایتی که داریم آیا تو آغاز میکنی یا من آغاز کنم؟ میگد عایشه چنان غضبناک بود، گفت بل تکلم انت ولا تقل الحق. ای محمد، گفت تو آغاز کن، لیکن وقتی که صحبت میکنی، وقتی که سخن میگویی، گپی راست بگو. بین پیغمبر خدا آیا گپی ناحق میگفتند؟ سخن پیغمبر خدا همش چی در حالت حزل، چی در حالت غضب، در همه حالت پیغمبر خدا سخن حق میگفتند. لیکن چنان خشم عایشه را فرا گرفته بود که گفت ای محمد، گفت وقتی سخن میگویی سخن راست بگو. از این سخن ابوبکر صدیق چنان میگه غضبناک شدند، خسته عایشه صدیقه را زیر لت کوب قرار دادند. محمد غزالی در کتابش میگوید که حتی از بینی عایشه خون سر کرد و دویده میگه از پشت پیغمبر خدا میگوید آغوش کرد. پیغمبر خدا گفتند لم ندعوک لهذا یا ابو بکر ولا اردنا منک هذا. ای ابو بکر، من تو را برای این فریاد نکردم که بینی عایشه را خون آلود کنی. من از تو این را درخواست من این نبود، بلکه درخواست من این بود که تو به او یک مصلحت نیک دهی. در عائله پیغمبر خدا این گونه جنجال ها پیدا می شد. حتی چنان گاه ها میگد عایشه چنان غضبناک می شد که از غضب بسیار چی می گفت؟ ای محمد، تو گمان میکنی پیغمبر هستی؟ این گونه میگد صحبت ها از زبان عایشه صادر می شد. رسول اکرم میگوید اینی لعرف غضبک من رضاک. ای عایشه، من میدانم که تو کدام وقت غضبناک هستی و کدام وقت خوشحال هستی. کیف تعرفوه؟ عایشه گفتم پیغمبر چگونه تو میشناسی؟ کدام وقت تو میدانی که من غضبناک هستم و کدام وقت از تو راضی هستم؟ پیغمبر گفتن که اذا رضیتی قلتی لا و اله محمد صلی الله علیه وسلم و اذا غضبتی قلتی لا و اله ابراهیم علیه السلام. وقتی اگر گفت من غضب تو را از رضاگی تو با چنین تجربه فهمیدم، وقتی تو از من راضی باشی میگویی قسم به خدای محمد، لیکن وقتی از من ناراضی باشی یا غضبناک باشی میگویی که قسم به خدای حضرت ابراهیم علیه السلام، نام مرا نمیگیری. از این حکایه ها چی معلوم می شود؟ معلوم می شود که در حیات پیغمبر خدا هم، در بین زنهای پیغمبر خدا هم گاه وقت نافهمی ها پیدا می شد، یعنی از جانب زنها پیدا می شد. پیغمبر خدا هیچ عیب نداشتند. من برای شما جمعه پیشین خبر دادم که پیغمبر گفته بودند فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ.
فاستوصوا بالنساء. پیغمبر گفتند اینها از قبرغه چپ هستند، اینها از چنان اعضای هستند که اگر شما خواهید که راست شوند میشکنند و راست نمیشوند، و اگر به حال خودشان گذارید همچنان کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها معامله خوب کنید. یعنی پیغمبر از اصل اینها ما و شما را خبر داده ایستاده است. باز چگونه بالای اینها ما و شما، یعنی غضب ما و شما به اینها هیچ تأثیر ندارد. باید که ما و شما مدارا کنیم، زندگی کنیم. باید که ما و شما با طلاق راه ندهیم. طلاق کردن این نشانه دلیری شما نیست، نشانه پهلوانی شما نیست، نشانه ایمانداری شما نیست. باید که در این حالتها ما و شما باید که با صبر باشیم، صبر را پیشه خود کنیم. حضرت عمر چنان غضب داشتند، چنان مرد بودند که حتی که تمام زنهای مسلمان از عمر می ترسید، تمام مردهای مسلمان از عرب می ترسید، از عمر می ترسید. وقتی می گوید در زمانهای همین حضرت عمر، وقتی که یک مرد از زنی خود بسیار نالان بود، یعنی کدام زنی بود است که مرد بسیار دقت می داده است، غم می داده است، این مرد ناچار نزد حضرت عمر آمدند، خواستند که شکایت زنی خود پیش عمر کنند تا که حضرت عمر یگان چاره بیند. وقتی میگوید این مرد به خانه حضرت عمر در آمدن، نگاه کردن که حضرت عمر بالای یک بالین، بالای یک کرپچه نشسته است و زن او با آواز بلند، با صدای بلند به عمر داد زده ایستاده است. و حضرت عمر سکوت، خاموشی را پیشه خود کرده است. وقتی این جوان میگوید حال حضرت عمر را دیدن، در حال پس گشتند، گفتند مادامی که حال خلیفه که چنان باشد، پس نزد او شکایت من چی در کار؟ وقتی میگوید پس گشتند، حضرت عمر میگوید این جوان دیدن و فریاد زدن، گفتن نزد من بیا، حاجت داری؟ گفتن آن حاجتی که من داشتم، آن حالتی که بالای من بود، بالای شما هم همون حالت بوده است. از این خاطر یعنی من از شما دیگر هیچ حاجتی ندارم. و خواستن که از نزد حضرت عمر بیرون شوند. حضرت عمر چی گفتن؟ گفتن همین زنی میبینی که بالای من بلند آوازی دارد، همین زنی که بر سخن من گپگردانی دارد، این طباختون لطعامی، خبازتون لخبزی، غسالتون لثیابی، مرضعتون لولدی و یسکن قلبی بسببها من الحرام. گفتن همین زن، گفتن خوراکپز من است، طباختون لطعامی، وقتی من بیرون میشوم پس میگردم میایم که خوراک تیار است. غسالتون لثیابی، لباسهای چرکین من همین زن میشود، تازه میکنند. مرضعتون لولدی، کودکهای مرا نگاه و بین میکند، کودکهای مرا شیر میدهد. و با سبب این زن قلب من از حرام تسکین مییابد. این زن سبب شده است و من دیگر بر حرام راه نمیدهم، با راه حرام نمیروم. از این خاطر با یک زبانی که این دارد، با این من صبر میکنم. خدا گفته است ان الله مع صابرین، من همراه صبر کننده ها هستم، انشاءالله من بالای این زن غالب می آیم. یعنی بین توصیه حضرت عمر این بود. یعنی حضرت عمر می توانستند که در حالتی که خلافت در دستش بود، پادشاه بودند، می توانستند که با سبب یک گپگردانی این زن در حال زن طلاق دهند، لیکن طلاق ندادند، صبر کردند. قصه ای را برای شما چند جمعه پیش خبر داده بودم، یعنی مادام باز موردش آمد تکرارش با ثواب است. گفته بودیم که یک مرد یک زنی خیلی بدی داشت. من این حکایه ها را برای آن میارم که برادرای عزیز در هر یک
عادی ترین کارها شما به طلاق راه ندهید. یعنی در حال با راه طلاق از زنها جدا نشوید، زیرا باز فردا شما پشیمان میشوید. یا فردا شما مثل این ممکن که اگر زنی خوبم که دریاب کنید، گفتی خداوند در قرآن چی میگوید؟ و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خدا میگوید شاید همین زنهایی که درشت زبان هستند، بد اخلاق هستند، شاید اینها برای شما فرزندهای خوب دهند، شاید از اینها شما فرزندهای سالم و صالح گیرید، و شاید اگر شما زنهای صاحب جمال بیارید ممکن که مثل این میگد فرزندهای خوب برای شما ندهد. مردی بود میگد یک زنی خیلی بدکردار داشت و بسیار عذاب میکشید. رفیقهای او از حالت این رفیقشان درکدار شدند و یک جای مصلحت کردند که بر او مصلحت میدهیم تا که این زن را طلاق دهد، زیرا حالش خیلی خراب شده است، چهرهش زرد شده است. نزد این رفیقشان آمدند و گفتند، ای رفیق، گفتند ما درکدار شدیم که تو زنی ناخوب داشتی، ناخوب داری و تو را پیوسته دقت میدهد، عذاب میدهد. چی خوب میشود که از این عذاب با راه طلاق از او خلاص شوی. این مرد چی گفت؟ این مرد مادامی که ایمان کامل داشت و مسلمان بود، گفت این فکر شما هم در خیال من بود، لیکن مرا دو کار نگذاشت که این زن را من طلاق دهم. اول حدیث پیغمبر خدا را خواند. کدام مردی که پیغمبر خدا گفتند صبر علی سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطی ایوب علی بلایی. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که اگر بر آزار زنش صبر کننده است، خداوند بر او اجر حضرت ایوب را چگونه که در بیماری کشیده بود، در بلا کشیده بود، خداوند بر این مرد نصیب می‌گرداند. حضرت ایوب 8 سال، با بعض روایت 18 سال با پشت در بالای ریگ خواب کردند، بیماری کشیدند. انا همون اجر را پیغمبر خدا گفت بر مرد خدا نصیب میکند که بر فعل بدی زنش صبر کننده است. این مرد گفت من این حدیث پیغمبر خدا را وقتی که خواندم نخواستم که این زن را طلاق دهم، خواستم که با سبب صبری که من دارم خداوند اون اجر حضرت ایوب را در نامه اعمال من کتابت کند. و دوم سببی که مرا نگذاشت که این زن را طلاق دهم، اگر چی زنی بدفعل است، اگر چی زنی بد اخلاق است، بد گفتار است، این است که وقتی این را من طلاق دهم فردا یک مسلمان دیگر این را در نکاح درآورد و وی مسلمان هم در عذاب گرفتار شود. یعنی اینم یک غمخواری یک برادری مسلمان را نشان میدهد. یعنی وقتی که ما و شما همون زن طلاق میدهیم باید که در خیال خود گذرانیم که این به خانه پدر می رود، به خانه مادر می رود، این در نزد برادر مادر و پدر دیگر قدر ندارد. امروز از حیاتی که در خاندان ما و شماست خودتان خلاصه کنید. وقتی که با 3 فرزند و 4 فرزند و یا شوهر وقتی طلاق می دهد و در کجا دیگر سرپناه می یابد، در کجا وی قدر قیمت می یابد؟ فرزندهای او همه بی تربیه می شوند. دیگر این مادر مجبور می شود که راه زنا را پیش گیرد و برای فرزندها یگان قوت، یگان نان، یگان آب پیدا کند. یعنی چی یک مصیبت در خاندان اون زن پیدا می شود. امروز یک خیلی همین عقیده نادرستی در خاندانهای مردها یا در عقیده مردها پیدا شده است که اگر مرد زن را طلاق دهد، یعنی بچه دار هیچ وقت هم دقت ندارد، با زن دیگر می آبد، زن دیگر می گیرد. لیکن این بسیار عقیده غلط است. چگونه که همان زن در خانه خود بی قدر است یا چی قدر رنج عذاب می کشد،
این مرد تصور کند که در هر یک رنج عذاب اون زن این مرد گناهکار است و در نزد خدا عاصی است. باید که هیچگاه شما با طلاق خود را از زنهای خود جدا نگردانید. یعنی وقتی که در خاندان شما اگر جنگ می شود، جنجال می شود، می توانید که شما با یک آدمهای خردمند و آدمهای با عقل مراجعت کنید تا که راههای خوبش را برای شما پیدا کنند تا که شما در نزد خداوند گناهکار نشوید. این است در باب حقوقهای زن بالای شوهرها. خدا خواسته باشد انشاءالله باز جمعه های آینده که سوالهای خیلی زیاد نزد ما هست جواب میگردانیم و بعدنش انشاءالله از حقوق شوهرها بالای زنها که یعنی شوهرها چه حقوق دارند باز به سمع شما میرسانیم. در اینجا یک چند سوالهای هست تا که اونها را جواب میگردانیم انشاءالله بعدا دعا میکنیم. گردن بلندی دارند، سرکشی دارند و اونها چی وعیدهای از جانب پروردگار است. اگر صحت و سلامت باشیم انشاءالله موعظه ما جمعه آینده در این باب می شود. الحال می خواهم این سوالهایی که الحال نزد من است و اینها جواب می گردانم. فقط ما و شما بسیار با دقت باشیم و گوش اندازیم که این برادران ما و شما از ماها چی پرسیدن تا که برای همه ما و شما این سوالها یک درس شود. السلام علیکم داملا، با سوال من جواب بگردانید. آدمانی که نماز جمعه را نمی آیند کمی درباره اینها صحبت می کردید. انشاءالله من شاید یگان جمعه مخصوص در این باره صحبت کنیم از فضیلت های روز جمعه که روز جمعه چی فضیلت دارد، نماز او چی فضیلت دارد، کسانی که به جمعه می آیند چی ثواب می گیرند، کسانی که به جمعه نمی آیند چی گناه در مبتلا می شوند. این خیلی یک موعظه کلانی هست، زیرا خاصه پروردگار در قرآن به نام جمعه سوره فرستادگی هست. این من افضل ایامکم یوم الجمعه. این حبیب خدا هم بیهوده این روز را نگفتند، بهترین روز هفته این روز جمعه هست. از این خاطر این بهترین روز مادامی که بهترین اجر دارد، کسانی که به این جمعه که نمی آیند از این بهترین روز، از این بهترین اجر اونها چی می شوند؟ محروم می شوند. از این خاطر حبیب خدا هم در یک حدیث می فرماید من ترک ثلاث جمع تهاونا بها تبع الله علی قلبه. اگر کدام از بندگان خدا که نام بندگی دارد اگر پرسان کنی میگوید البته من بنده خدا هستم، اگر پرسان کنی میگوید الحمدلله من مسلمان هستم، اگر پرسان کنی میگویند که پدر و بابا و اولاد و اجداد من الحمدلله مسلمان بود. اگر این گونه بندگان گفت پیغمبری خدا 3 جمعه را اگر ترک کنند تهاونن، اگر تهاونن از روی تنبلی، از روی ناخوشی، از روی که راه من دور است یا دیگر سببها را اگر پیشه کنند نه آمدن، تبع الله علی قلبه. پیغمبری خدا گفتند که در این دل بنده پروردگار یک مهر سیاه را میزند. یعنی این دل دیگر دل انسانی نمی شود، این دل دیگر از رحم و از انصاف خالی می شود. وقتی بالای او یک مهر، یک پیچت سیاه اگر زده که شد، دیگر این در این دل دیگر رحم و انصاف باقی نمی ماند. از این خاطر انسان هایی که اگر
3 جمعه را اگر تهاونا پی در پی ترک میکنند، اهمیت نمیدهند، بی‌پروایی میکنند، شاید که گرمی سوداشان اونها را نگذارد، شاید که سردی روز، خنکی روز اونها را نگذارد، یا شاید که تنبلی در وجود اونها پیدا شد و اونها نآمدند، یقین دانند که پیغمبر خدا گفت مهر در دلهای اونها زده می شود. این مهر کار حزل نیست. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، حبیبی خدا گفت دورترین بنده از رحمت پروردگار کسانی هستند که در دلهای اونها مهر زدگی هست. اینا از رحمت پروردگار بی نهایت دور هستند. خداوند به اینها هیچگاه نظر رحمت ندارد. در یک هفته یک بار، در دوام یک ساعت تصور کنین که حبیبی خدا میگوید الصلوات الى الصلاة، الصلاة الى الصلاة، الجمعه الى الجمعه، الرمضان الى الرمضان، مکفرات ما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. این پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر بنده خدا یک نماز میخواند تا نماز دیگر، یک جمعه را میخواند تا جمعه دیگر، آن سهو و لغزش هایی که دارد همش پروردگار. از عزیزان ما و شما همون سامانیه ها را حرام گفتند، همون سامانیه هایی که در حالت نماز جمعه فروخته میشوند، همون سامانیه ها را عزیزان ما و شما در کتاب میگوید که وای به حرام مبدل گردانیدند. بسیار نیک می شود که اگر شما از این جمعه ها برخوردار شویم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. خوب می شد که یک جمعه در موضوع رضاع صحبت می نمودید، زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سر زدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیر شایب. انشاءالله من گپ می زنم در این باب رضاع. رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به یک بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد، با اونها تأکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد وای همچون فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد، دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امام ها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتند اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت همی کلان سالی مبادای اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است، نه این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود. وای دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارند. اللکی بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است.
این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد، تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار میشه وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا غسل روز جمعه واجب است یا سنت؟ زیرا که در یک حدیث که ابو سعید خدری روایت میکند میگوید که پیغمبر ما غسل روز جمعه را واجب گفته است. یعنی حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه که روایت میکند از حبیب خدا، در اصل پیغمبر چی گفتن؟ گفتن غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. این حدیث متفق علیه است، راویش ابو سعید خدری است. پیغمبر خدا گفتن محتلم گفته آدم بالغ میگن، بر هر یک آدم بالغ آبازی کردن روز جمعه واجب گفتن، واجب است. لیکن محدثا المراد من الوجوب الاختیاری گفتن، مراد از این واجبه که پیغمبر گفته است واجب اختیاری است، واجبه که ضرور امر کردگی نیستند. از این خاطر این روز جمعه را غسلش چگونه که صاحب مختصر هم خدا رحمت کند و میگه و سنن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه، یعنی سنت از غسل کردن از برای روز جمعه و سنت از غسل کردن پیش از عید رمضان و پیش از عید قربان و سنت از آبازی کردن پیش از آنی که حاجی ها احرام در بدنشان میپوشند و سنت از غسل کردن در روز عرفه که اینا در عرفات حاجی ها اونجا غسل میکنند. انا این روزه غسل کردنش یعنی سنت میگویند، این واجب نیست. حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یغسل رأسه و جسده. پیغمبر خدا گفتن حق خداوند است بر ذمه هر مسلمان، حق خداوند است بر ذمه هر یک مسلمان این که در هر هفته یک بار کل بدنش شسته تازه کند. یعنی روز جمعه را اگر ما و شما به شستن تمام بدنهامان اگر انجام دهیم این به نهایت نیک می شود. هر کدام شما وقتی که جمعه می آیین کار کنین، دادرای عزیز و پدرای عزیز که غسل کنین، بدنهاتون با صابون شویید، اگر خوشبویی ها داشته باشد خوشبویی ها استفاده کنید، لباس های بهتری که دارین بهترین لباس هاتون پوشین و بعد به نماز جمعه بیایید. این حالت در شما خیلی ثواب کلانی را نائل میشوید. یعنی خلاص در تازگی خیلی اهمیت دهید، بسیار تازه باشید. روز جمعه هم که آبازی کردی اقلا در یک هفته 2 بار آبازی کن، 2 بار در همین شرایط که الحمدلله که آب مجانا است، مفت است. الحمدلله این چراغ هایی که امروز آبهای ما و شما را گرم کرده میتواند. شما یک چیز را فراموش نکنین، امروز مردم اروپا را تماشا کنین چند قدر تازه هستند، وقتی نگاه میکنی چند قدر آلوفته هستند، چی در خوراک خوریشان، چی در لباس پوشیشان، چی در شکل شمایلشان. حال آنکه ان الله نظیف یحب النظافه، حال آنکه حبیب خدا میگوید پروردگار پاک است، پروردگار زیبا است، پروردگار تازه است، پاکیزه و تازه ها را دوست می‌دارد. این پاکیزگی از اسلام است. امروز اون مردم این استفاده میبرند و ما و شما مردم مسلمان خیلی در این مسئله قفا ماندگی هستیم. بسیار اهمیت دهید جوانای عزیز و پدرای مهربان، در مسئله تازگی خیلی اهمیت دهید. بدنهاتون دائم تازه نگه دارید.
حتی یک شرطی پیدا شدن محبت بین زن و شوهرم در تازگی گفتن عزیزان ما. گفتن اگر زن دائم خودش را زیبا کند، اگر دائم زن بدنش را خوشبویی کند، اگر دائم زن اسمه و سرمه استفاده برد و شوهر به مجرد دیدن چکار میکند؟ باز محبت زندگیشان در بینشان زیاد می شود، از حساب لباس زیبا، از حساب شکل زیبا. حتی خدا رحمتشان کند ابن عباس را میگوید میدیدم که بسیار زنم برای من زیباگی میکرد. وقتی که من خانه می آمدم یا در جایگاه خواب که خواب میکردم، چه بهترین خوشبویی ها را عائله من استفاده می برد، سرمه میکرد، اسمه میکرد، یعنی همه شکل شمایلش بهترین صورت می آورد. اینقدر میگوید محبت مرا خداوند در دل وی جا کردگی بود، اینقدر من وی دوست می داشتم. لیکن من از حساب آن که زن من که این گونه بود، خودم را مثل زنم منم زیبا میکردم، منم پاکیزه میکردم، تا که در بین هر دی ما محبت پیدا شود. بسیار اهمیت دید، در بدنتون اهمیت دادین، در لباستون اهمیت دادید، حتی در همون کرپچه هایی که در خانه می نشین همون آدم اهمیت دهید، حتی در خانه ای که شما خواب میکنید در همون هم اهمیت دهید. بسیار خلاصی گپ، بسیار آلفته باشید، بسیار تازه باشید، زیرا تازگی از اسلام است. در همه اطراف خانه نظر کن، در بعض خانه ها این جای طعنه کردن نیست، جای منت گذاشتن نیست. وقتی رفته باور کن طعام میخوریم، همون دستمالی که در دست ما میدهند که دستهامون پاکیزه کنیم، باور کن از بوی بد ویا دیگر دست مالیدش نمیتونی. چند قدر یک بوی بد در همون دستمال ها وجود دارد. اینقدر خراجات ها میکنیم، لکن یک دستمال همون تازه پاکیزه را پیش یک مهمان در گذاشتن نمیتونیم. حالا که حبیب خدا میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. شما اگر ایمانی بر خدا داشته باشین، ایمانی بر روز قیامت داشته باشین، مهمان هاتون احترام کنید. انا همین است احترام، احترامشون کنید. چه از خیر خدایی هایی که داریم، با یک دستمال یک معرکه کلان ما و شما میگذرونیم. وقتی خراجات اگر خوراکه ها من حساب کنیم به 2000 و 3000 سامان میرسد، لیکن برای دستمال خریدن که با تمام همون معرکه اگر ما یک دانه خریم شاید 50 سامان 100 سامان در همش کفایت کنه، شاید حالا از این هم کمتر می شود. اینا در اهمیت دید. امروز عصری نو است، امروز دیگر در زیر کش تازه کردن و در جلک مالیدن و در ریش مالیدن گذشت. امروز مدنیت است، امروز پیشرفت کردن در کار. بسیار اهمیت دید در این مسئله ها. اینا هم از اسلام هستند، اینا هم مسئله شرعی هستند. بعضی آدمانی که این سخنهای ما را شنیدن برای ما دستمالی نو میارن، لیکن برای با دیگرها دستمالی نو نمیتن. ما که آمدیم دستمالی نو بیاریم، دستمالی نو میارن، لیکن دیگر مردم در نمیارن. فکر میکنم فقط دستمالی تازه برای من لازم است و بس. من هم یک بنده عاصی مثل شما هستم، ما یگان قدر منزلت از شما بیشتر ندارم. السلام علیکم داملا اکای حاجی مرزا. در نماز جمعه برای چی 2 بار اذان گفته می شود؟ این اذان اصلا در دوره های پیغمبر 1 بار بود، در دوره های حضرت ابوبکر صدیق هم 1 بار بود، در دوره های حضرت عمر هم خلافتش 1 بار بود. لیکن وقتی انبوه مردم که خیلی زیاد شد، الله که دوره های حضرت عثمان در کتاب ها میگوید که 2 اذان شد، 2 اذان شد. یکم اذانش برای چی بود؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. یکم اذانش همین است که وقتی اذان یکم که گفته شد، ترک باید دکانها درهاش بسته شود،
کارهای دنیایی همه ترک کرده شود. اذان دوم که گفته شد باید که الله که در نماز اونها قایم باشد. این یکم اذان گویم ساده کرده گویم این آگاهی هست. آگاه باشید که عبادت پروردگار شروع می شود. کارهایی که دارین کارهاتون ترک کنین، طهارت کرده به مسجد حاضر شوید. و دوم اذانش الله که از اقامت صلات، یعنی از شروع نماز خبر می دهد. نماز تراویح اساساً چند رکعت است؟ مخلصان شما از امام تعریفی التماس جواب پورا دهید. نماز تراویح اصلا نزد عقیده من 20 رکعت است. 20 رکعت است. این یکی از سنت‌های حضرت عمر است. پیغمبر خدا گفتن علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین و سنت الخلفاء الراشدین و عزوا علیها بالنواجذ. با سنت‌های من چنگ زنید و با سنت‌های چهاریار من چنگ زنید. از این خاطر اینم یکی از سنت‌های حضرت عمر است. از این خاطر 20 رکعت نماز در تراویح نزد ما و شما سنت است. همینش برای ما و شما بس است و کفایت کننده است. اون در بعض مسئله هایی که نسبت این تراویح اختلاف ها میراد اونش ما کار نداریم. اوناش رویه ما نیست، اونا با مذهب ما نیست. برای ما و شما هم 20 رکعتش کفایت میکنه. السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد اولا از خداوند سلامتی شما را خواهانیم و شکر آن را داریم که چنین پیشوا خداوند به ما عطا نموده است و ما چنین سوال به شما مراجعت میکنیم. دوره کردن میت درست است یا نه؟ دوره کردن ما یک بار گفتیم که وقتی که ما و شما پیش از جنازه کردن دوره میکنیم، دوره اصلا نه در آیت آمده است نه در احادیث های پیغمبر. من در هیچ مسئله دوره کردن را ندیدم، در یگان کتاب از این خبرم نه آمده است. لیکن حتی خطا بودن و نادرست بودن دوره هم خودش معلوم است. اگر با شرطی که همون مرد یا همون زنی که مرد است ما در حالت دوره میگوییم بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اگر همون تماما نخوانده باشد، الله که یعنی من شاهدی دادستم که وای بعضی را ادا کرده است، دروغ گفته ایستاده است، وای نخوانده است. بعضی را ادا کرده است و بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. این ما و شما در دوره میگوییم. لیکن اگر مبادا وی نماز نخوانده باشد، من میگویم بعضی را ادا کرده است، آیا این دروغ نیست؟ یا بعضی را قضا کرده است. اگر قضا کرده باشد وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. چرا نماز قضا کرد؟ چرا خراخوری را قضا نکرد؟ چرا پول جمع کنی را قضا نکرد؟ چرا راحت دنیا را قضا نکرد؟ چرا تمام معیشت دنیا را قضاش نکرد و نماز قضا کرد؟ چرا؟ این سوالی هست از نزد پروردگار برای او بنده می شود که چرا به همه کار دنیایی رسیدی قضاش نکردی؟ چرا نماز قضا کردی؟ در قضاشان در نزد پروردگار گناهگار است، در نخواندنشان در نزد پروردگار گناهگار است. حبیب خدا گفتن لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بے قدرترین، بے شرفترین، بے ناموسترین مردم در امت من آن کسانی هستند که نماز نمیخوانند. این بے قدرترین انسان در روز قیامت است. برای همین اون گندمی که ما میاریم در یک طبق میگذاریم، من نمیدونم باعث چی باشه. حالا که گندم برای فدیه صوم صلات ما داریم، دلیل ها داریم که فدیه دادن در کار برای ترک نماز و برای ترک روزه. یعنی اگر مبادا یک شخصیت از دنیا گذشت، در کدام حالت فدیه میتیم؟ فدیه نماز 2 کیلو گندم است. یعنی اگر مبادایی که یک پدر نماز بامداد خوانده نتوانست، به خاطر چی؟ به خاطر شرایط بودنش نه،
بلکه در حالت بیهوشی بود. انا در همین حالت اگر نماز از او فوتید یا نماز پیشینم از او فوتید و در نماز عصر اگر قضا کرد، او در حالت بیهوشی از دنیا گذشته بود. انا برای نماز بامداد و نماز پیشینش مثال فرزند همون 4 کیلو گندم فدیه صلات میتن. برای 2 نماز از پدرش در حالت بیهوشی گذشتگی است. اگر ماه رمضان باشد، برای هر یک روزی که وی خوردگی هست که وی قوت نداشت، اون هم 2 کیلو گندم دیگر میدهد. یعنی وی با عذر نمازش نخواند، خیلی بالای پا بود یا کار دنیایی در مشغول بود، یک بارا جان داد و بعد 1 سال 2 سال نماز نخوانده باشد، اگر ما 1 تانه گندم هم که دوره کنیم وی فایده نمیکنه. 1 تانه گندم. این عقیده اصلش انا همین است. اگر مبادا در بین شما یگان ملا باشد یا یگان کتاب دلیل داشته باشد، برای من در خط نویسید، من در بین این مردم باور که دلیل تر خوانده میتونم. لیکن من الحمدلله با تمام مسئولیت میگم تو دلیل نداری، هیچ دلیل نداری، نیست در یگان کتاب، وجود نداره. اینا من برای اون میگم که تا که شما آگاه شین که همین چیز صحیح نیست. من برای تحقیر کردن دامله های پیش نمیگم، فقط برای اون میگویم که این از اسلام نیست. مگر این پیدا شد به مرور زمان باشد، عادت چیزی شد پیدا شد. فرزند چی دختر باشد چی بچه، پدر و مادرشان از بالای سرشان بوسه کنند، علی رأس از تار سرشان. بچه و دختر حقوق دارد پدر و مادر از تار سر بوسه کنند، لیکن پدر و مادر حقوق دارن فرزندهاشون از رخساره هاشون بوسه کنند. خب قبلة الموده، 4م بوسه مودت نام داشته است. هي قبلة الاخ للاخ او الاخت على الجبهه. خواهر برادرش، برادر خواهرش فقط حقوق دارن که از پیشانی بوسه کنند. و آخر و قبلة الشهوه، آخرش قبله شهوت، بوسه شهوت است. هي قبلة الرجل لزوجته على الفم. 5مش بوسه شهوت نام داشته است، یعنی بوسه کردن شوهر زن یا زن شوهرش از دهانشان اجازت است، فقط برای شوهر و زن. این 5 نمود بوسه را گوش کردین، از این زیاد کم نکنین دیگر. آن چیزی که این عزیز ما و شما برای ما و شما رخصت دادن همش در زیر حدیث است. حتی در مشکات هم باب بوسه کردن رسول اکرم فاطمه را آمدگی هست و فاطمه پدرش هم بوسه کردگی هست، آمدگی هست. بوسه کردن رسول اکرم جعفر طیار برادر حضرت علی را آمدگی هست. از این خاطر این دلیل هایی که من برای شما میخوانم همه اینا در زیر حدیث هستند. از این دیگر زیاد و کم نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، درباره آدمانی که امر معروف را گوش کردن میخواهند، اسلام به اینها چی میگوید؟ دوم، وقتی که خداوند آدم را خلق کرد، زبانهایشان را کی و چی خیل جدا کرد؟ و مثل تاجیک و روس و ازبک و انگلیس و غیره. التماس جواب درست دهید، من یکی از مخلصان اشدی شما میباشم. خداوند در سوره روم میتواند آیت 22 و نظر کند. خداوند میگوید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. خدا میگوید که همین پیدا کردن آسمان و زمین من آیاته، این از قدرت من نشان دادن است. این قدرت من است که من آسمان و زمین آفریدم. کسی زمین و آسمان آفریده میتواند یا نه؟ نمیتواند. و از قدرت من است این که من رنگهای شما را دیگرگون کردم، یکی از شما را سیاه کردم، یکی را سفید کردم،
یکی را زرد و یکی را سرخ و دیگر نمودها ده شما را مبدل گردانیدم. و دیگر از قدرت من این است که من زبانهای شما را دیگرگون کردم تا که برای تمام دانشمندها و برای تمام مردم این قدرت من آشکارا شود، تا که به قدرت من تسلیم شوند که من این ذات هستم که رنگهاتان دیگر میکنم، زبانهاتان دیگر میکنم، آسمان و زمین می آفرم، با یک حرف کن تمام دنیا را خلق میکنم، هر چی خواهم پیدا میکنم. یعنی از این خاطر این کی شده است، این کیش خدا خودش میداند. زمانی که آدم آفرید و فرزندهای او را که پیدا کرد، همون زمان دیگر زبانهاشون رو دیگر کرد. در دیگر سوره قرآن هم است: یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. خدا میگه یا ایها الناس، ای مردم، من شما را از یک مرد و از یک زن آفریدم، یعنی از بابای آدم و از مام حوا شما را آفریدم و شما را من قبیله قبیله گردانیدم، یعنی هر کدام شما را به هر شهر پرتافتم. برای چی؟ برای چی زبانهاتون را دیگرگون کردم؟ برای چی شما را قبیله به قبیله جدا کردم؟ لتعارفوا، تا که با یکدیگر رفت و آمد کنید، تا که با یکدیگر خویش و تباری کنید، تا که از یکدیگر عبرت گیرید. من به این خاطر شما را در هر گوشه های دنیا تقسیم کردم. لیکن کی چه خیل شد این خدا خودش میداند، منم میدانم. آدمانی که امر معروف گوش کردن نمیخواهند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. چی تشبیه خیلی وزنینی، چی تشبیهی که باور کن در تحلیلش اگر انسان ذره ناموس داشته باشد خیلی غمگین می شود، از حال خودش، از احوال خودش غمگین می شود. خداوند می گوید بدترین جنبنده در روی زمین، یعنی بدترین آن نام انسانی که دارد در روی زمین، کدام انسان از همه بدترین است؟ آن کسانی که کر هستند، آن کسانی که گنگ هستند، آن کسانی که کور هستند. اولئک کالانعام، خدا گفت این گروه، این کوران و کران و گنگان، اینا حیوان هستند. بل هم اضلوا، خدا گفت از حیوان هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، اینا در غفلت هستند، از حیوان دیده پستر هستند. او حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگه مسکین خر اگرچه بی تمیز است گربار همه برد عزیز است. همین مسکین خر اگرچه خر است، اگرچه یک حیوان خیلی گویم آواز ناخوب دارد، لیکن مادام خدمتی در مردم که میکند و شرف دارد و قدر دارد. اگر قدر نمیداشت امروز 200 سامان و 300 سامان ارخش نبود. قدر دارد میگد. لیکن انسانی که از امر معروف میگریزد، خدا میگه از همون حیوان هم دیده قدرش پستر است. کیا؟ گنگها کی است؟ کسانی هستند که امروز حقیقت به مردم نمیرسانند، حقیقت نمیگویند، گنگ هستند. شاید میگه اگر حقیقت گویم به ضرر من حل شود، یا شاید حقیقت گویم اگر ممکن که از مسجد مرا از کار گیرند، شاید اگر حقیقت گویم شاید اگر فشار بالای من آید، گفته هر سبب ها را کردن میگیرند. خدا میگه این بدترین انسان است کسی که حقیقت به مردم نمیرساند. قول الحق و این کان مرن، حبیبی خدا میگوید حق تلخ است، اگرچه حق به ضرری تو هم که حل شود و مردم مسلمان حقیقت برسانی تا که آگاه شود. دوم گروهی که بدبخترین هستند، این مقصد من این کرها و گنگها و کرای مادرزاد نیست،
اینایی که به بیماری مبتلا شدند، بلکه گنگ آن کسی است که زبان دارد و حقیقت نمیگوید. دوم، کوران آن کسانی هستند که حقیقت را نمیبینند، کران آن کسانی هستند که شنیدن امر معروف نمیخواهند که امر معروف باشد. حالان که خدا رحمت کند، صوفی علیه را میگوید بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عمل در نزد پروردگار از حساب اجر کی دارد؟ کسی دارد که امر معروف و نهی منکر میکند. حتی حبیب خدا میگوید مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت. آدم مرده را از زنده گو من جدا کنم برای شما. این دو آدم زنده را راست کردن، گفتن امینا میدانین کدامش مردگی هست و کدامش زنده هست. گفتن کدامش مرده هست کدامش زنده است، حالان که هر دوش بالای پا ایستادگی است. اینا هر دوش حرکت دارن، زنده هستن. که پیغمبر گفت آن کسی که یاد خدا میکند، آن کسی که این گونه مجلس ها را دوست می‌دارد وای زنده هست. آن کسی که از یاد خدا دور است، آن کسی که از این مجلس ها نفرت دارد وای در حکم مرده ها هست. خداوند در قرآن میگه ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا سفارش میدهد باید که در هر یک دهه، باید در هر یک شهر، باید در هر یک کوچه مبلغا باشند، دعوتگرها باشند، امر معروف نهی منکرها میکردگی ها باشند. باید باشد میگه خداوند. حتی که همین فضلی که خدا شما را داده است، و چی خاطر دادتان؟ و چی خاطر شما را بهترین امت روی دنیا خواند؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت آخر زمان، ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما در مجلس هاتان امر معروف و نهی منکر دارید. به این خاطر شما بهترین امت هستید. لیکن صد افسوس که امروز سخن حضرت حذیفه ابن یمان یادم آمد، صحابه پیغمبر، و حضرت گفتن یأتی علی الناس زمان، زود است که یک زمان می آید که لأن تكون فیهم جیفة حمار احب الیه من مؤمن یأمروهم و ینهاهم. زمان می آید، گفت حضرت حذیفه، که برای این مردم قد بیهوده گفتن است، صحبت اونها برای اینها خوش می آید از شنیدن سخن خدا و پیغمبر. امروز همون معرکه ها در ما و شما هستند که این گونه معرکه ده ندارند، جلب ندارند، خواهش ندارند، بلکه نفرت دارند. خدا رحمت کند، حضرت سعد با دانایان دم ارزد جهانی. به آدم دانا یک دم، یک لحظه نشستن میگوید، این میگوید قدر جهان دارد. به دانایان دم ارزد جهانی، نیرزد صد سری نادان بنانی. کسی میخواهد، کسی دوست میدارد این معرکه ها را خوش به حال شد، حتی که دوزخی و بهشتی را باور کنه از همین معرکه ها یافتن ممکن است. حضرت جلونی را خدا رحمت کنه در معدن حالش میگوید کسی پرسید از سلطان ابرار، این دوزخی را از بهشتی از حساب همین معرکه جدا کردن، معرکه امر معروف. کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم در مانده یک امر دشوار، ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. ای پیغمبر خدا، من نیکبخت هستم یا بدبخت؟ من بهشتی هستم یا دوزخی؟ ای حبیبی خدا برای من خبر ده. پیغمبر خدا چی گفت؟ بگفت حضرت معالایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مائل شود دل نیکبختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. حضرت گفتن برای آن که تو بفهمی که دوزخی هستی یا بهشتی،
برای آنکه تو بفهمی که تو نیکبخت هستی یا بدبخت، در یک معرکه امر معروف رفته نشین. اگر دلی تو در اونجا نرم شد، اگر خواهشی تو باز زیادتر شد، اگر تو به ساعت تیز تیز نگاه نکردی که تیزتر همین معرکه بود شود، بلکه در دلت گذرانیدی که شاید 2 ساعت باشد، شاید 3 ساعت باشد، اگر این چنین لحظه ها در دل تو که پیدا شد، حضرت گفتن که تو یقین دان که تو نیکبخت هستی، یقین دان که تو بهشتی هستی. در دوامش چی گفتن؟ دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، لیکن رفتی و بی طاقت شدی، یا که از این معرکه ها گریزان شدی، دلت گر صحبتی نیکان نخواهد، بدان که دوزخی سوزان بخواهد. حضرت گفتن مادامی که در این خیل معرکه ها که بی طاقت شدی و نفرتت پیدا شد، یقین دان که تو بدبخت بوده ای، یقین دان که تو دوزخی بوده ای. آن کسانی که به بیعت از امت من نیست معنی دار کنید. این بیعت من از این میفهمم که پیغمبر خدا گفتن کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قیل یا رسول الله و من یعبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا. این برادر سوال کرده است کسی از دنیا به بیعت گذرد، این گویا که قدر ندارد، قیمت ندارد. آیا این چی معنی دارد بیعت؟ من میفهمم که مقصد برادر چی هست از بیعت، لیکن من برای تو همین حدیث تحلیل میکنم. بیعت انا همین معنی را دارد. پیغمبر گفتن همه امتی من وارد جنت میشود مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. گفتن کیها هستند که جنت را نمیخواهند؟ گفت آن کسانی که اگر در دنیا به سنت های من قدم زدند اونها جنت را میخواهند. آن کسانی که از سنت های من روی گردانیدند اونها جنت را نمیخواهند. از این خاطر این برادری که بیعت از من سوال کرده است، انا همین است که پیروی سنت های پیغمبر بشو. من احب سنتی فقط احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. کسی سنتی مرا دوست می‌دارد، پیغمبر گفت وای مرا دوست می‌دارد. کسی مرا دوست داشت وای همراه من در جنت است. انا همین است معنای بیعت. داملای عزیز السلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمیکند. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه میکند و خواستگارها را از راه میزند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجگی هست؟ شهر دوشنبه التماس مفصل جواب گویی. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که این قدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حج هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما
بعضی کبر هم دارن، بسیار سرکشی ها هم دارن. بسیار از همه اونا خواهش میکنم که حاجی هم که باشین الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، ملا شدی شیخ شدی دانشمند شدی، ملا شدی و شیخ شدی دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس با تنقید میکنن، بگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟ حبیب خدا میگه ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد فقط و فقط برای من در باب همسایه بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن، با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد، قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنند. این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنند، لیکن فقط وظیفه‌ش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمن، قسم به الله که وی ایمان ندارد. در همسایه داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر، ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آبش زیادتر کن. گفتم بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کن همون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفته است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خود ما میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال ما و شما دیگرگون میشیم. در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبتش سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دید و انصافش دید که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. باره میگه پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگه حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست.
صحابه ها همه حیرت نماندن این بنده نیکبخت کی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوستی آمده نماز میخواند، باز برآمده می رود. فردا می شود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر واردی مسجد می شود که جنت مشتاق اوست، می دارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد می درآید. یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند تا که چی عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او می رود، به خانه او می رسد، میگوید مرا مهمان نمی کنی؟ من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگه روزی سوم شد، گفتم ای مرد خدا، میدانی که پیغمبر چی بشارتی خوبه برای تو داد؟ ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم. تو چی عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگه این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست، این بشارت پیغمبر خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود، من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلت نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کردار بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنند که دختری فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است. تهمت است باور کنیم در حق یک برادر مؤمن. باید ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیک گمان باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله سوال های خیلی زیاد اینجا نزد من باقی ماند. در آخر همین یک سوال خیلی تعجیلانه است، همین سوال تا جوابش میگیم و بعدا دعا کنیم. السلام علیکم استاد عزیز، آیا بالای گور درخت میوه‌دار شیناندن ممکن است یا نه؟ یعنی بالای گورهایی که از ما و شما هستند، بالای آنها میوه، یعنی درخت میوه‌دار شیناندن پرسیدن. یعنی عزیزان ما و شما به این خاطر بالای گورستان در درخت‌های میوه‌دار اجازت نمیدهند که در گورستان خوردن میوه یا خوردنی مکروه است. به این خاطر بالای گورها در اجازت نمیدهند که درخت‌های میوه‌دار شینانید. لیکن شما فراموش نکنید که وقتی پیغمبر خدا و پیش 2 گور گذاشتن که میگوید خیلی عذاب داشتن، وقتی از صاحبان اونها پرسپاس کرد، فهمید به چی سبب اونها امروز در عذاب گرفتارند. میگوید یک نوده سوز درخت سبز گرفت، میگوید 2 پاره کرد و بالای این گورها خلانید و گفت تا وقتی که این برگها سبز هستند برای این مرده ها تسبیح میگویند. یعنی از این خاطر درخت شیناندن در بالای قبرها خیلی ثواب کلان دارد، فقط اگر توانیم به میوه باشد. امروز الحمدلله در جمهوری ما و شما اگر درخت داشته باشیم، به تلویزیون نظر کنین، حتی رئیس جمهور هم خودشان درخت شینانده ایستادند، حشر رفته ایستاده است. باور کنید به نهایت ثواب کلان است. در گورستان هاتون شینانین. اگر در گورستان ها فقط بالای هم پدر و مادر نه، بلکه دیگر گورهایی که در همون جا هستند در همون ها برده گورانین. من تعریف نمیکنم، 15 درخت همین 3 روز یا 4 روز پیش بردم و در همین قبرستان با پول خودمان خریدیم. همونجا دادن، هدیه دادن، گفتن گیرید. من گفتم نه، تا پول من نگیرید من نمیگیرم. برده در همون گورستان بالا شیناندیم. چند درخت در این اطراف ها شیناندیم.
برای که حبیب خدا چی میگه؟ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه بهیمة او انسان او طیر الا کان له صدقه. کدام اگر انسان درخت میشیناند، اگر از میوه او انسان میخورد، یا از میوه او یک حیوان میخورد، یا از میوه او یک پرنده میخورد، الا کان له صدقه، برای او پروردگار صدقه میدهد. یعنی هر میوه او در خداوند برای او همچون صدقه در راه خدا کردگی مینویسد. بسیار خوب میشود که از پس ما و شما اقلا همین یک درخت شیناندگی باقی ماند. بسیار خوب میشود. همتون کوشش کنید. کسی که شرایط دارد امروز برای خانه‌های همسایه هم 5 درخت و 10 درخت رفته خریده دید، این هم صدقه است. وای میشیناند، وای سبز میشود، فردا از او مردم استفاده میبرند، چه از هیزمش چه از میوهش. باور کنید خیلی کاری ثواب است. بسیار کوشش کنید. هم دستگیری رئیس